کفی گردمون رو کاملا به اندازه قالبمون بافتیم. حالا این قالب هر چیزی میتونه باشه، از هر جنسی میتونه باشه. در اینجا قالب من یه قالب یونولیتی هست. کفی که بافتم 2 بار پایه اضافه کردم. 1 بار بعد از رج 4 پایه اضافه کردم، رج 5 رو بافتم و بعد از رج 9 پایه اضافه کردم، رج 10 رو بافتم و پایه ها رو باز کردم و بافتم به صورت پیچ دوتایی تا به اندازه‌ای که کفی ما دقیقاً اندازه قالب شد. حالا ما میخوایم برای این کفی یک دیواره ببافیم. باید چیکار کنیم؟ وقتی بافت کفیمون کاملا به اندازه قالب در اومد، ما پایه هامون رو کوتاه میکنیم و پایه مرطوب و جدید اضافه میکنیم و یک رج میبافیم به طوری که این بافتمون کمی از قالب بزرگتر بشه. برای این مدل نمیخوایم دیواره بلند در نظر بگیریم، پس میتونیم از نصف یک نی برای دیواره استفاده بکنیم. نصفش رو در نظر میگیریم و از وسط قیچی میکنیم و اضافه میکنیم. حالا بعد از اینکه پایه هامون رو اضافه کردیم، یک دور کامل میبافیم، بافتمون رو کور میکنیم و بعد دیواره رو میبافیم. کفی گرد ما تمام شده. برای هر چیزی میتونه باشه. میخوایم دیواره برای این کفی ببافیم. باید چی کار بکنیم؟ بافت ما در حال حاضر به این صورت هست. اینجا ابتدای رجمون هست که علامت زدیم و بافت یک نی رو داریم که الان باید بره به زیر پایه دیگه و یه دونه نی داریم که به این صورت زیر پایمونه. نی که زیر پایه هست رو در میاریم و دقیقاً در قسمتی که تا شده رفته زیر پایه به این صورت، به صورت اریب قیچی میزنیم و دقیقاً کنار پایمون جا میدیم. دقیقاً در کنار پایه یک فضایی براش باز میکنیم و دقیقاً در کنار پایه این بافت رو جا میدیم، کنار پایه قبل از ابتدای رج. به این شکل. حالا نی که رو بود رو دقیقاً همین کار که برای این نی پایینی انجام دادیم برای نی که نزدیک باید میرفت زیر پایه رج اول به همین صورت انجام میدیم. یه جا باز میکنیم برای نیمون و براش جا باز میکنیم و کنار پایه قرار میدیم.
به این صورت کفی ما کارش تموم میشه. برای بافت دیواره نیاز هست که اگر ما میخوایم یه سینی مثلا ببافیم، این قسمتی که روی کار هست به همین صورت باقی بمونه. نیازی نیست بافتمون رو برگردونیم و روی همین رویه بافتمون قالبمون رو قرار میدیم. به این صورت ببینید در اینجا ما یک رج اضافه تر داریم. حالا شروع میکنیم به بافتن دیواره کارمون. برای بافت دیواره گرد ما یه دونه از این پایه هایی که اضافه کردیم رو با ناخنمون فرم میدیم، میبریم زیر پایه بعدی و به سمت بالا میکشیم به این صورت. بعدی رو هم به همین شکل، پایمون رو به این شکل میبریم زیر پایه بعدی. چون من نمیخواستم دیواره بلند برای بافتم در نظر بگیرم، پایه های ما کوتاهه. اگر بافتتون بلندتر هست باید پایه هاتون رو بلند در نظر بگیرید. میبریم زیر پایه بعدی به این شکل. تمام مسیر رو به همین حالت ما میبافیم. به انتهای رج رسیدیم. حالا باید چیکار کنیم؟ بافتمون رو لبه میز میاریم و قسمتی که ابتدای کار ما تا زدیم رو خیلی کم باز میکنیم. نیمون رو به همون حالت تا میزنیم جایی که میخواد برگرده به سمت بالا. اینو فرم میدیم و از جایی که باز کردیم یه کوچولو باز میکنیم به این صورت و نیمون رو جا میدیم. زمان کار زیر بافتتون کاغذ یا پارچه تمیز بذارین، به دلیل اینکه وقتی که ما بافتمون رو انجام میدیم نیهای ما مرطوب هستن و زمانی که بافتمون رو میچرخونیم ممکنه که اصطکاک به وجود بیاد. پس حتما زیر بافتتون رو کاغذ یا پارچه تمیز بذارین. برای بافت پیچ دوتایی 2 تا نی رو از قسمت قیف شکل به این صورت تا میزنیم و پشت پایمون نگه میداریم به این صورت. بعدی رو هم در پایه بعدی نگه میداریم. پایه‌ای که به این صورت هست بین 2 تا نی قرار داره، این میشه ابتدای رجمون. ما در اینجا ابتدای رجمون رو به این شکل علامت میزنیم. میخوایم بافت پیچ دوتایی بریم. بالایی رو میاریم به سمت پشت پایه، علامت میزنیم به این شکل. دوباره نی بعدی به این صورت.
بعد از اینکه بافتمون رج اول رو انجام دادیم، پایه های ما کاملا صاف و منظم میشه. توی این مرحله ما میتونیم پایه هامون رو خیلی کم سفت کنیم و به این صورت پایه رو بکشیم به سمت بالا و به این صورت اگر هر دو بافت رو به یک سمت ببریم، یعنی رج اول به سمت راست و بافت پیچ دوتایی به سمت راست و یا برعکس، یک حالت گیس مانند توی بافتمون، ابتدای بافتمون ایجاد میشه. زمانی که میخوایم اتصالمون رو انجام بدیم و نی اضافه بکنیم، ببینید اینجا من میخوام نی اضافه بکنم، با ناخنم علامت میزنم و این قسمت رو برش میزنم. به صورت اوریف فرم میدم به این شکل و نی بعدی رو اضافه میکنم. به صورتی اضافه میکنم که این اتصالات به پشت پایه بره و روی کارمون قرار نگیره. رسیدیم به ابتدای رج. در اینجا ما ابتدای رجمون هست و بافتمون تا اینجا ادامه پیدا کرده. حالا باید چی کار بکنیم؟ برای ابتدای رج ما الان باید نیی که بیرون هست رو به سمت بالا ببریم دیگه و بافتمون رو انجام بدیم، ولی برای ابتدای رج اینطوری عمل نمی کنیم. نیی که داخل هست رو میبریم به پشت رجی که شروع کردیم، پایه‌ای که شروع کردیم به این صورت و بعد پایه رو میبریم به پشت پایمون به این شکل. بافتمون رو مرتب میکنیم. به این صورت ما یک رجمون کاملا به صورت پیچ تموم میشه و باز دوباره رج بعدی رو شروع میکنیم.